و پیامبر فرموده در رمضان خداوند درهای جهنم و بسته و درهای بهشت رو همه باز کرد و به بهشتش گفته خودتو زینت بده، هر چی داری، با وجودی که تو مزین هستی بهشتی، ولی تو رمضان هر چی داری به خودت ببند. نزدیکه که بندگان روزدار من مشکلات دنیا رو پشت سر بگذارن و به سوی تو بشتابند. حتی شخص کافر در ماه مبارک رمضان بمیره، او در قبر صحیح و سالم بدون عذاب هست تا بعد از رمضان. همین مجرده که رمضان تمام شد کافر به عذاب گرفتار میشه، اما مسلمان مستقیم وارد بهشت میشه. و من قام رمضان، و هر کسی که ماه مبارک رمضان قیام بکنه، و مراد از این قیام اکثریت محدثین میگن که مراد از این قیام عبارت از اینمی خواندن نماز تراویح هست. برادر اسلام، قیام ماه مبارک رمضان عبارت از اینمی تراویح هست که ما و تو میخوانیم. اینمی تراویح که ما و تو 20 رکعت میخوانیم عبارت از قیام ماه مبارک رمضان است. و در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده که هر زمانی که شما نماز با امام میخوانین و زمانی که امام نماز ختم کرد شما هم نمازتان ختم میکنین، به این معناست که تماما شب در عبادت الله واحد و یگانه. نماز که ما میخوانیم این تراویح نیست، این تراویح نیست. میگه اون دو استرای خدای ناراض مانده و زله خدا پرت و بخیز و خلاص جیس پرت. و وقتی که مولوی صاحب یک رکوع و سجدهش درست کرد، مولوی صاحب تیسیز بخوان که ما برم که ریشتا فید هستم. نه بیا که ریشتا فید هستی، خدا غرقت کنه. یک امروز ما و تو مسلمان ها ماه مبارک رمضان ماه تنبلی، ماه کسالت، ماه بیخبری، ماه غفلت، ماه خو، ماه خوردن، ماه نوشیدن. این ماه در حقیقت ماه انتصارات است، فتوحات است، پیشروی هاست. تمام فتوحات اساسی اسلام در ماه مبارک رمضان صورت گرفته. برقرار در بین خانیت باش که خواندن نمیتونی. بانت یقل کسایی که برای عبادت آمدن مانع عبادت مردم دیگر آخر نشون که مثلا ریشتفه دستم حتما باید در صف اول باشم و دیگر نمانم که عبادت خدا را صحیح بکنن. اینجا یصدون عن سبیل الله میشن کسانی که در ماه مبارک رمضان مولوی ها را نمیمانن. سیدی ما خبر کلگی میره و کلگی میشنوه. شما ریش سفیدا، شما کسایی که خدا آجی میگیرین، اگر مانع میشن از خواندن تلاوت رکوع و سجده درست علما به خاطر که اشتراک نمیکنی، خوب است که در خانه‌ت نمازت بخوان، در 10 رکعت تراویح را بخوان، اما به لیاز خدا از خدا بترس. مانع از این نشو که جوانای ما که میخوان که در 50 دقیقه و 60 دقیقه تراویح خدا بخوانن واره هم مانع عبادتش نشو. عبادت خو این قسم نیست برادر عزیز. شما حداقل نماز پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخواید. برخی از مفسرین برای ما بیان میکنن برادر اسلام که امروز اگر ما تو در قبرستان بریم و از مرده ها بخوایم و تمنا بگیم که این مرده ها شما چی میخواین، یگانه چیزی که این مرده ها میخوایم خداوند ما 1 ساعت وقت رمضان نصیب بکن. 1 ساعت وقت رمضان، 30 روزش نمیخوایم، 1 هفتهش، 1 ساعتش برای ما نصیب. امروز الله جل جلاله فرستاده که شاید میلیون ها انسان تمنایش بکنه ولیکن لحظهش برای از اون نمیرسه. و این فرصت پرگرانه و این فرصت قیمتی را الله جل جلاله در اختیار ما و تو انسان. یه حدیث بجهت عظیم در روزهای اول رمضان بیان میکنم که تا در روز آخر رمضان شکایت نکنی که چرا مولوی صاحب میگه بارا وقت نگفته بودی دیگه. شهر رمضان الذي